سلام، خیلی خوش اومدید به چنل سورز آف پاسارگاد. مهدی هستم. همونطور که میدونید قراره تو این ویدیو بگیم که ایده جدیدی که روش کار میکنیم چیه. ایده جدیدی که روش کار میکنیم در مورد تخیلات ماست. حالا چرا و چگونه به تخیلات ما مربوط میشه؟ تخیلات انسان هیچ حد و مرزی نداره. چند سال پیش بود که در یه دونه از همونجوری که داشتم اینستاگرام رو میگشتم، یه آقای انگلیسی بود و میگفت آخرین حد و مرز تخیل مربوط به خانم جی.کی. رولینگ، نویسنده سری کتاب‌های هری پاتر. با اینکه خودم خیلی طرفدار ایشون هستم و واقعا هم کتابا و هم فیلماشو دنبال میکنم، ولی از نظر من واقعا که این یه حرف واقعا بی اساسه. ما خیلی ها داریم که از ایشون بهترن و تخیلاتشون خیلی واقع‌تره. خانم جی.کی. رولینگ فقط حافظه خیلی خوبی داره و میتونه اینا رو با هم دیگه مچ بنویسه. به همین خاطر گفتم ما هم یه سری مجموعه انجام میدیم که نشون بدیم که تخیل فقط مخصوص انگلیسی‌ها نیست و ما هم در تخیلات حرفی برای گفتن داریم. این چنل کلا بر پایه تخیلات ماست. یه سری نوشته‌هایی هست که بر پایه تخیلات اونها رو براتون میخونم. البته در کتابایی که از تخیل برگرفته شدن یه سری ابهامات خیلی زیادی هست. همونطوری که کتاب‌های بزرگی مثل هری پاتر یا کامیک بوک‌ها دارای ابهام هستن، کتاب‌های ما هم 100% دارای ابهام میشن. به همین خاطر گفتم برای اینکه ابهامات رفع بشه، علاوه بر اینکه کتاب‌ها رو براتون ارائه میدم به صورت ویدیو و میخونمشون، هر گونه ابهامی که داشته به صورت روانشناسی و کاملا توضیحش رو انجام میدم و در تک تک ویدیو، بعضی از ویدیو امکان داره فقط کتابو بخونیم چندین صفحه ازش و بعد در یک ویدیو به صورت کامل تمام ابهاماتش رو از بین میبریم. حالا در این ابهاماتی که میگم چیا میتونن باشن؟ ابهامات بعضی اوقات کلمات هستن، بعضی اوقات جملات هستن، بعضی اوقات رفتاری که از یک فرد سر زده. و همین خاطر با خودم نشستم فکر کردم و گفتم بهترین نوعی که میشه ابهامات رو برای بقیه از بین برد همینه که بیام و به صورت واقع بعد از اینکه اون ابهام در داستان یا نوشته به وجود اومد اون رو براتون رفع کنم. یکی از این ابهامات به عنوان مثال میشه گفت به کلمه آدمکش و قاتل. دو تا کلمه که یک معنی یکسان میدن، ولی اگر در روانشناسی بخوایم باشون مقابله کنیم اینا هر کدوم معنی متفاوت خودشونو دارن. قاتل به کسی میگن که مرتکب قتل شده. حالا چه فرقی با آدمکش داره؟ قاتل امکان داره به صورت تصادفی این کارا کرده باشه، یعنی در یه درگیری یکی هول داده باشه و سرش ضربه خورده باشه و فوت کرده باشه که به این میگن قاتل. حالا از اون طرف آدمکش کیه؟ آدمکش کسیه که یه جورایی میشه گفت نیاز به این کار داره. حالا اینا خودشون چندین دسته میشن. دسته‌های اصلیش دو تا هستن و زیر دسته‌های متفاوتی دارن هر کدوم. دسته‌های اصلی کسایی هستن که با توجه به مکان زندگیشون این سبک از زندگی براشون اتفاق افتاده و یه جورایی براشون نهادینه شده. افرادی که معمولا تو منطقه‌های خلاف زندگی میکنن و تحت یه سری شرایط هستن، از فشار خانواده و غیره، اینا باعث میشه که یک سری مشکلات روانی، عصبی و خیلی چیزای دیگه درونشون باشه. و همین خاطر بعضی وقتا این مشکلات با کتک زدن یک نفر در مرحله اول استارت میخوره و بعد در نهایت به آدمکشی منجر میشه که این خودش یکی از شاخه‌های اصلیه، به خاطر اینکه مکان زندگی خیلی تاثیر داره. در حالت دوم کسایی که روی به آدمکشی میارن کسایی هستن که نه تو شرایط بد زندگی بودن و نه چیز دیگه. اینا مشکلات روانیشون از طریق وسواس‌های فکریشون به وجود میاد و اینجور افراد معمولا به ظاهرشون نمیخوره که اهل این نوع خشونت باشن، یعنی این سطح از خشونت باشن. کسایی که از طریق دوم به آدمکشی روی میارن افرادی هستن که معمولا خیلی خونسرد به حساب میان و شما حتی شاید یک بار هم ازش دعوا ندیده باشید، ولی در نهایت به خاطر مشکلات وسواس‌های فکری، نه مشکلاتی که در طریق فشارهای خانوادگی یا فشار محل زندگی بهش اومده به این کار روی آورده باشه. پس این آدمکشی با اون آدمکشی با قاتل بسیار جداست. حالا آدمکشی باز هم خوب و بد داره، یعنی در یه جاهایی وقتی علاوه خصوص توی داستان‌های تخیلی در نهایت که آدمکشی کار بسیار بسیار بدیه، ولی در بخش داستان نویسی و تخیل یه زمانی هست که وقتی به یکی میگن آدمکش، علاوه بر این که چه برای خواننده چه برای نویسنده و چه خود کاراکتر اصلی داستان به جایی که ناراحت بشه یه ذره یا یه جورایی میشه گفت خوشحالی درونی به وجود میاره
حالا این آدم کشی چه زمانیه؟ زمانیه که یک آدمی که نمیتونه از حق خودش دفاع کنه و یک آدم ظالم به وجود میاد که به اون آدمی که نمیتونه از حق خودش دفاع کنه یک ظلم در درجه بالا میکنه و به همین خاطر در اون لحظه است که قهرمان یا به اصطلاح بگیم پارتیزان یا هر چیزی که اسمشو میذارن که در داستان ما یکی از شخصیت‌های اصلی هست، نه داستان من، داستان‌های دیگر رو دارم خدمتتون عرض میکنم، این شخص وارد میشه و کسی که این کار رو انجام داده رو حالا به نوعی میکشه. خیلی از داستان‌ها و فیلم‌ها بر پایه همین حالت هستن که بالاخره یک قهرمان از دل سختی‌ها بیرون میاد و میاد همه رو نجات میده. و حالا وقتی که این اتفاق میفته در درجه اول خود خانواده‌ای یا شخصی که بهش ظلم شده همیشه از این آدمکشی خوشحالن و به نوبه ما در درونمون همه خوشحالیم از این که این اتفاق افتاده. درسته آدمکشی یه کار بسیار بسیار بد و ناپسنده، ولی با توجه به اتفاقایی که در طول داستان ممکنه بیفته ما اون لحظه خوشحال میشیم که یک فردی که اینقدر از وجودش برای دنیا مضر بوده بالاخره کشته شده یا به هر نوعی از بین رفته. اون لحظه است که واقعا خوشحالی ما یک دلیل و یک منطق داره. حالا اگر در طرف دیگر ماجرا ببینیم که همون شخصی که عامل ظلم بوده بتونه قهرمان داستان رو بکشه، همه به نوبه خودشون ناراحت میشن. حتی امکان داره تو بعضی از فیلم ها اگه دیده باشیم، الان خصوص فیلم هایی که از سال 2018 به بعد هست، راهپیمایی‌های اعتراضی میشه، خواهان مرگ اون فرد میشن، دولت ها رو مقصر میدونن و غیره و غیره. در هر صورت میگم آدمکشی دو رو داره، یا خوبه یا بده. در هر صورت بد هست، ولی روی دومش که ما بهش میگیم روی خوب، یکی از روی‌هایی که در درون ما خوب به حساب میاد. پس حالا آدمکشی میدونیم که یک کلمه‌ای که با قاتل کاملا جداست. از طرف دیگه بعضی وقتا آدمکشی که داخل کتاب‌ها گفته میشه، به عنوان مثال خودم در یکی از کتاب‌هایی که چند وقت پیش خوندم، آدمکشی معنی خاصی داشت و مفهومش این نبود که طرف یا بیماری روانی داره یا نمیدونم مشکلات خانوادگی داشته یا منطقه زندگیش بد بوده. بعضی وقتا آدمکشی با یه سری مشکلات که از بچگی به وجود میاد، یعنی قبل از اینکه به دنیا بیاد این مشکلات مثل این که در ذهن ما بوده و افرادی هستن که در کشورهای دیگه علل خصوص، حالا کشور خودمون خیلی اطلاع ندارم، ولی در کشورهای دیگه خیلی جاها خوندم که بعضی از افراد که به ارتش‌ها ملحق میشن، ارتش‌های رسمی کشورها ملحق میشن، اینها برای این ملحق میشن که میتونن به صورت خیلی واقف و واقعی حس آدمکشیشون رو ارضا میکنن. خیلی واسه شون بعضیا مهمه که این خواستشون رو انجام بدن. حالا ما تا اینجا این آدمکشی و قتل رو به عنوان مثال آوردیم که به شما بگیم این دوتا با هم فرق دارن و هر کدوم چه ریشه‌ای دارن. چرا؟ چون این کلمه در کتاب‌ها معمولاً ابهام به وجود میاره. به شخصی که بگن آدمکش برامون بعد واقعاً محرز بشه که این واقعاً قاتله، آدمکش خوبه، بده، نمیدونم مشکلات روانی. این واسمون واقعاً سوال به وجود میاد، چون ما معمولاً توی کتاب‌ها دوست داریم تجسم کنیم اون حالت و اتفاقی که افتاده رو. و همین خاطر تصمیم گرفتم که علاوه بر اینکه کتاب رو براتون بخونم، براتون این ابهاماتم به صورت خیلی خیلی کلی یا بعضی وقتا به اجبار به صورت خیلی گسترده و جزئی به وارد جزئیات بشم. و بعد از اون هم به اصل مطلب که برسیم اینه که بعد چند تا کتاب نوشتم که بنا به دلایلی واقعا نمیتونم چاپشون کنم. حالا دلایلش بعداً شاید باهاتون در میون گذاشتم، ولی من چند جلد کتابه که 5 جلد از این چند جلد به هم دیگه مرتبطه. 3 جلد اصلی داره این کتاب که این 3 جلد به صورت جداگانه از هم دیگه است، یعنی هیچ ارتباط یا پیوندی یا ارتباطی کلا با هم ندارن. داستان 3 شخص با 3 دیدگاه مختلف و 3 شرایط زندگی مختلف، از تقریبا اواسط جوانیشون، از سن 17 تا آخر عمرشونه. البته یکیشون از 17 سالگی، یکیشون از
20 خورده ای سالگی و یکیشون هم احتمالاً از 20 بازم 26 20 اینا باشه. ولی در کل این سه شخصیت هر کدوم به صورت جداگانه از اول زندگی تا آخر زندگیشون توضیح داده میشه که دیدگاه‌های شخصیشون رو ما بتونیم داشته باشیم که بفهمیم هر کدوم چطوریه. و در کتاب چهارم داستان پیوند بین این سه نفره. داستان چهارم که حتی کتاب چهارم که اگه اسمشو بخوایم بذاریم، کتاب چهارم اسمش هم از اسم سه کتاب دیگه است. و بعد در کتاب پنجم که اصلی ترین و میشه گفت عمق تخیلات رو نشون میده، البته عمق تخیلات منو نه کسی دیگه رو، عمق تخیلات منو نشون میده که اسمش هست Souls of the Pasargad که اسمش رو روی این چنل گذاشتیم. در کتاب پنجم که اصلی ترین نسخه ماست، این سه نفر قرار کاری رو انجام بدن که داستانی رو برای ما خلق میکنه که زیبایی خیلی زیادی داره. حالا برای اینکه به این قضیه برسیم شما باید اول کمی صبور باشید تا سه کتاب اول براتون بخونم و توضیح بدم و بعد در کتاب چهارم داستان آشنایی این سه نفر و پیوندی که به هم دیگه میخورن رو داشته باشیم و بعد در کتاب پنجم به طور خیلی 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 گسترده و اینم میگم که کتاب پنجم به شدت طولانی است، یعنی کتاب‌های اول، دوم و سوم نهایتاً تا 200 و خیلی دیگه بشه میشه 220 صفحه چاپی، ولی بقیه یعنی کتاب چهارم تقریبا 300 صفحه و کتاب پنجم بیش از 500 صفحه کتابه و داستانش فکر میکنم به نظر خودم که خیلی کتاب‌های تخیلی و رمان‌های خیلی زیادی رو خوندم، میتونم بهتون بگم یکی از داستان‌هاست که حداقل ارزش یک بار شنیدن رو داره. پس اگر میخواید این کتاب‌ها رو بشنوید و دوست دارید تحلیل ما رو داشته باشید، لطفا سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو به حالت آل در بیارید. اگه ویدیو رو لایک کنید خیلی ممنونتون میشم و این حمایت شما رو از من میرسونه. پس تا موقعی که میشه تقریبا 2 یا 3 روز دیگه که شروع به خوندن اولین کتاب کنیم که اسمش فرمانده جوان هست، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا خدا نگهدار.